صبح آغاز می‌شود. نه فقط با روشن شدن هوا، بلکه با نوری که در دل آدم روشن می‌شود. وقتی تصمیم می‌گیرد از خودش مراقبت کند. این بشقاب فقط غذا نیست. یک داستان است. داستانی از صبر، شیرینی، تراوت و عشق. بادام را ببین. سخت است، پوسته دارد. مثل روزهای زندگیمان که گاهی محکم و دشوارند. اما اگر صبر داشته باشی، اگر باور کنی که در دل سختی چیزی ارزشمند پنهان است، مغز بادام را خواهی چشید. لبریز از نیرو، لبریز از زندگی. خرما شیرین است. نه از قند، بلکه از ریشه‌هایی که در خاک داغ صحرا جان گرفتند. شیرینیاش پاداش استقامتی است که درختاش کشیده. یادآوری است که حتی در دل سخت‌ترین شرایط می‌شود شیرین بود. می‌شود بخشید، می‌شود دل داد. توتسمینی‌ها قرمز و شاداب، مثل دلتپش‌های اولین اشقاند. یادآور این که زندگی با همه زخم‌ها و بالا و پایین‌هایش هنوز هم می‌تواند زیبا باشد. اگر بخواهی آن را ببینی. تخم مرغ آبپز ساده است، اما درون آن کامل‌ترین تغذیه پنهان است. یاد می‌دهد که گاهی باید به ظاهر ساده چیزها اعتماد کنیم، چون در دل سادگی گنج‌هایی نهفته‌اند. خیار و گوجه فرنگی، تر و تازه‌اند بوی باغ می‌دهند. یادمان می‌اندازند که باید هر روز بخشی از خودمان را به طبیعت وصل کنیم تا فراموش نکنیم ریشه داریم و ریشه‌ها باید آب بخورند، نور ببینند، آرام باشند. و این بشقاب نه فقط برای سیر شدن، که برای یادآوری عشق به خود چیده شده. برای تو که لایق بهترین هایی، برای دلت که سختی کشیده اما هنوز می‌تپد، برای بدنت که هنوز کنارت مانده و هر روز منتظر لحظه‌ای است تا تو دوباره با مهربانی به او سلام کنی.